برگردی عقب آیا دوباره پزشکی میخونی؟ شرایط کار برای پزشکی عمومی در ایران الان میشه گفت تقریبا اسفناکه. بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدین به کانال دنتاکر. امیدوارم که توی این هوای سرد زمستونی هر کجا که هستین حالتون خیلی خوب باشه. همونطور که قبلا بهتون قول داده بودم تصمیم گرفتم امروز یه ویدیو بسازم در مورد اینکه آقا اگه میخوایم وارد فیلد سلامت بشیم اصلا پزشکی بخونیم یا دندون بخونیم، اصلا ایران بمونیم یا خارج بیایم، اگه خارج بیایم ترکیه بیایم یا بریم یه کشور دیگه، و در نهایت هم یه گریزی بزنیم به بچه‌هایی که تو ایران تمام کردن و میخوان در مورد شرایط کاری و یا شرایط ادامه تحصیل توی ترکیه یا خارج از ترکیه از ما اطلاعات بگیرن. واسه همین دعوت کردم از دوست عزیزم جناب آقای دکتر محمد رضا فرتاش، اینترن سال آخر پزشکی، که خیلی لطف کرد و دعوت منو پذیرفت و الان در خدمتش هستیم. محمد رضا جان اگه سلامی هست بفرمایید. سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالم که امروز با شما، امیدوارم که یه گفتگوی خیلی خوب و مثمر ثمری با هم داشته باشیم. مرسی که دعوت کردید. خواهش میکنم. خیلی مخلصیم آقا. محمد رضا جان یه سوال کلاسیک شروع کنیم، مثلا پزشکی بخونیم یا دندون؟ ببین مجتبی، این سوالی که شاید مثلا برای ما خیلی پیش میاد، خیلی از بچه‌هایی که در واقع میخوان شروع کنن یکی از این دو رشته رو مدام سوال میکنن که آقا پزشکی بخونیم یا دندان بخونیم. درسته. نظری که من دارم اینه که به نظر من هیچ کسی در هیچ کسوتی نمیتونه هیچ وقت یک جواب قطعی و مشخصی به این سوال بده. تنها کاری که به نظر من دست ما برمیاد اینه که بیایم شرایط کاری و در واقع چالشایی که ما خودمون باش مواجه شدیم و برای بچه‌ها تشریح کنیم و در واقع تصمیم گیری رو به خود اونا واگذار کنیم که بر حسب علایقشون، بر حسب انگیزشون و اون هدف و اون گل هایی که در واقع تو زندگی دارن بتونن خودشون تصمیم بگیرن و یک سبک سنگینی انجام بدن. نتیجتا فکر نمی‌کنم هیچ کسی بتونه به این سوال خیلی جواب قاطع و مشخصی بده. آره واقعا همینه. بخوایم اصلا رشته‌ها رو مقایسه بکنیم در مقام شناختی، خب دندون عملا یه تعادلی از علم و عمل دیگه. اصلا ما یه کتاب داریم به اسم علم و هنر در دندان پزشکی. درسته. ولی فکر می‌کنم حالا تو که بیشتر از من حالا اطلاع داری در مورد پزشکی، فکر می‌کنم پزشکی بیشتر بار علمیه تا عملی. البته در مقام عمومی ها داریم دندون پزشکی عمومی رو با پزشکی عمومی مقایسه می‌کنیم، حالا سراغ بحث تخصص اون داستانا نمیریم. درسته یا نه؟ من معتقدم که علمی و عملی تو دندون پزشکیه و پزشکی بیشتر علمیه. ببین در مقطع عمومی اگه مقایسه کنیم به نظرم حرفت کاملا درسته. بالاخره دندون پزشکی رشته‌ایه که در واقع یک شاخه عملی و یدی داره و شما نمود کاری که انجام داری میدی رو در لحظه میتونی ببینی، یعنی یک جلوش کاملا برات در واقع متصور میشه. نتیجتا به نظر من بار تکنیکیش در مقطع عمومی به پزشکی میچربه، چون در واقع پزشکی بیشتر بر مبنای اون سواد و در واقع دیتا و علمی که شما دارین داره میچرخه و شاید در دندان پزشکی کار دستی و فیزیکی یکم شاید در واقع پررنگتر باشه نسبت به پزشکی در مقطع عمومی، ولی در مقطع حالا جراحی ممکنه بسته به فیلدی که شما دارین حالا خیلی متغیر بشه این قضیه، ولی در مقطع عمومی کاملا باهات موافقم. تغییر میکنه. دقیقاً همینه. بازم میخوایم تکرار بکنیم که ما داریم در واقع دندون پزشکی عمومی رو با پزشکی عمومی مقایسه میکنیم. مثلا وارد فاز تخصص و این داستانا نمیشیم، چون اگه اونجا خیلی اصلا اوضاع اصلا فرق میکنه. رشته‌های مختلف، شرایط مختلف دارن. آره اصلا دندون پزشکی اگه وارد فاز ارتودنسی و این چیزا بشی اصلا کلا سیستمش متفاوت میشه. اصلا انگار داری مهندسی میخونی، بخوای جراحی بخونی انگار داری پزشکی میخونی. اون اصلا تخصص رو بیخیال بشیم، عمومی نگاه بکنیم به این قضیه. حالا یه سوال دیگه که خیلی بچه‌ها از من میپرسن، میگن آقا اصلا میخوایم حالا تصمیم گرفتیم وارد فیلد درمان بشیم، حالا چه پزشکی چه دندون، تو دانشگاه چی در انتظار ماست؟ من در مورد دندون خیلی مختصر توی یه ویدیوی با تایتل اینکه دندون پزشکی نخون اگر این شرایط رو داری، خیلی مختصر توضیح دادم که آقا اگه همچین وضعیت‌هایی وجود داره دندون پزشکی بخونین، تو ذوقتون میخوره، ناراحت میشین. اما حالا میخوام این قضیه رو از تو هم بپرسم. بگو آقا بچه‌هایی که میان حالا تو ترکیه پزشکی رو شروع میکنن، از لحظه که وارد دانشگاه میشن تا لحظه که میخوان فارغ التحصیل بشن چی در انتظارشونه؟ ببین شما بعد از اینکه در آزمون‌های ورودیش حالا به هر حالتی یک در واقع اپلای یک دانشگاهی رو دریافت کردین در ترکیه، درست. شما اولا که انتخاب رشته میکنین و زبان تحصیلیتون رو انتخاب میکنین که آقا انگلیسی میخواین بخونین یا ترکی میخواین بخونین، که برای در واقع شروع به تحصیلتون باید شما مدارک زبان رو ارائه بدین. حالا در ترکیه مقطع در واقع رنج C1 رو باید شما داشته باشین، تومر C1 رو داشته باشین و بقیه مسائل.
حالا از اینجا که بگذاریم وارد بحث تخصصیش بشیم، پزشکی به این حالت هستش که در واقع در ترکیه و فکر کنم خیلی از کشورهای دنیا، چون الان دیگه داره سیستماتیک میشه، سیستمیزه میشه، یعنی یه پلتفرم استاندارد رو دارن در کل دنیا ارائه میدن و پیاده میکنن. حالا در ایران هم دواش داره باب میشه، اون هم حرکت میکنه. آره بهش میگن شیوه نوین آموزش پزشکی. درسته، شنیدم. دقیقاً. شما وقتی وارد مقطع علوم پایه میشین، در واقع 3 سال شما در واقع کاری غیر از تئوری ندارین. یعنی در 3 سال اول شما درس‌ها رو به عنوان بلوک دریافت میکنین، مثلا بلوک اطفال، بلوک مغز، بلوک در واقع مثلا گاسترو و غیره. شما این بلوک ها رو که تموم کردین، یک امتحانی رو میدین در انتهای هر بلوک و در انتهای سال یک میانگینی به شما به عنوان نمره داده میشه، اهم از کل دروس عملی و عمومی که داشتین شما و بس کردیاشون. اگر شما اگه شما بتونین نمره مد نظر رو کسب بکنین، کل سال رو پاس میشین. و اگر زیر اون در واقع باراژی که مشخص، سقفی که برای شما مشخص شده، مثلا در دانشگاه ما نمره 68 و نیم هست، بگیم 70. آره. اگه زیر 70 باشین، اون درسی که حتی شما 100 گرفتین، همون فیل میشین و در واقع مثل کل سال رو در واقع میافتین، کامل میافتین. تفاوتی که با ایران داره اینه که اولا که شما بحثی به عنوان ترمی واحدی ندارین و داستانی به عنوان حذف و اضافه ندارین که شما یک درس رو انتخاب کنی، حذف کنی و یا اضافه کنین. یعنی کل اینها به عنوان یک پک حاضر به شما تحویل داده میشه و نمره کل شما دریافت میکنین و بعدش وارد بحث دیگه میشین. شما میتونید تصمیم بگیرید یه درس رو 0 بگیری، اصلا یه درس رو 100 بگیری، حالا میانگینی رو بشه. بله، اگه میانگینتون رنج رو رد کرد که شما اون همون 0 هم پاس میشین. ولی خب این خیلی شرایط شما رو سخت میکنه، اصلا شما به این قضیه راحت نگاه نکنین. ممکن از یک درس 0 بگیرین، دیگه میانگین شما خود نمیتونین جمع کنین به یه حالتی که بتونین 70 رو رد کنین و دیگه از اونجا به بعد یه در واقع ناامیدی به وجود میاد. چیزی هم تحت عنوان آزمون در واقع علوم پایه نداریم، اون چیزی که مشابهش در ایران وجود داره مثل کنکور دقیقاً. آفرین، همچین آزمونی وجود نداریم. آره درسته. شما وارد بخش استاژر میشین، استاژر هم دقیقاً مشابه همین داستانه، ولی دیگه همچین در واقع قضیه‌ای وجود نداره که کل سال ملاک باشه. استاژها به حالت مستقل با دروس مشخصشون به شما تحویل داده میشه و در بیمارستان هستید و اون استاژها رو میگذرونید و در انتها در سال آخر پزشکی، یعنی سال 6 وارد انترنی میشین و توی انترنی هم که بحث شیفت و کار عملی دیگه، شیفت و کار عملی هستش و بعدش فارغ التحصیل میشین. یه خلاصه کامل همچین داستان. آره بخوام دندون رو هم خلاصه بگم، دندون هم خیلی متفاوت از این قضیه نیست. یه تفاوت خیلی بزرگ داره، اینه که من فکر نمی‌کنم شما تو دوره‌ای که استیجر هستین مستقیما مداخله بکنین. درست هم چیزی دارین اصلا مستقیما مداخله کجای دنیا همچین در واقع امکانی رو برای دانشجو پزشکی فراهم نمی‌کنن، چون بالاخره سلامت یک بیمار در واقع هدف ما هستش و نمی‌تونه شما یک دانشجویی که هنوز درسش تمام نشده، به اون در واقع سطح سواد نرسیده، نه امکان مداخله در درمان، نه امکان مداخله در دارو و هیچ پروسه‌ای نداره به این عنوان. آره ولی تو دندون اینجوری نیست. تو دندون شما تا زمانی که مستقیما مداخله نکنی چیزی یاد نمیگیری. اصلا شما عالم به کل دروس دندون پزشکی باشی. وقتی یاد نگرفتی تو دوره دانشگاه که مثلا با مریض مستقیما ارتباط برقرار بکنی، یه تراشی بدی، یه کاری انجام بدی، عملاً بی‌فایده است دیگه. واسه همین شما بعد از اینکه علوم پایه رو تموم می‌کنی مستقیما وارد فاز در واقع استیجری نمیشی. مستقیما استیجر نمیشی. شما توی بازی بهش میگن پرکلینیک. تو پرکلینیک شما مثلا روی فانتوم ها و شبیه سازها، حالا عین دهن مریض طراحی میشه، فانتوماش خیلی جالبه، روی اونها انجام میدی، دستت عادت میکنه، کار کردن با آینه رو یاد میگیری و خب این خودش 1 سال نیم 2 سال طول میکشه. تو اینجا راحت 2 سال طول میکشه و میره وارد فاز 2 سال آخر دندون پزشکی میشه. اول از اینکه حالا اینم بگم، یه پرانتز اینجا باز کنیم، دندون پزشکی اکثر جای دنیا 1 سال از پزشکی دوره تحصیلش کوتاه‌تره. بعضی براشون خیلی مهمه که آقا نه من نمیخوام خیلی دانشگاهم طولانی بشه. اینم یه فاکتوری که حالا بعضی بهش توجه میکنن، من خودم نمیکنم. درست. بعد از اینکه دوره پرکلینیک تموم میشه تازه استیجر میشی و وقتی استیجر میشی شما مستقیما دیگه مداخله میکنی. دیگه اینطوری نیستش که مثلا شما مثلا بری اونجا ببینی کارها رو یاد بگیری و اینها و آخرش هم امتحان بدی. علاوه بر اینکه بار تئوری جداگونه خودش رو داره هر بخشی که وارد میشی، علاوه بر اون خودت مستقیما با مریض در ارتباطی و کارو انجام میدی، حالا عصب کشی باشه و غیره و ذالک که دیگه همه اکثرا میدونن. و همون 80 درس، همون 80 در واقع درس نه بخش که توی دندون پزشکی اصلی هستن و پایه و اساس دندون پزشکی رو میسازن، شما همون 80 رو هم تو سال 4 میبینی، هم تو سال 5 میبینی و نهایتا فارغ التحصیل میشی.
ولی فکر کنم شما همه بخشا رو دوبار نمیبینید. ببین مشتاق، این کاملا بستگی به سیستم اون دانشگاه داره. سیستم ها و دروسی که در واقع تشریح میشه در دانشگاه ها بسته به دانشگاه ها متفاوته و هر دانشگاه خودش تصمیم گیری کرده و مدیریت کرده. ممکنه هیچ مثلا دانشگاه شما X در ترکیه تحصیل میکنین، اون مفاد درسی که شما دریافت میکنید کاملا متفاوت با یه دانشگاه دیگه باشه، یعنی اون سیستم متعلق و مخصوص اون دانشگاه هستش. نه اینطوری نیستش. در بعضی از بخش‌ها ممکنه که شما در سال 3 مثلا در مورد دانشگاه ما شما در سال 3 مثلا بخش زنان زایمان رو دارین، در سال 4 هم دوباره این تکرار میشه و در بعضی از استاژها ممکن است همچین چیزی وجود نداشته. شما یک استاژ رو یک بار دریافت میکنین و دیگه هم دریافت نمیکنین. بستگی داره، یعنی این خیلی چیز مشخص و روتینی و در واقع خیلی شسته رفته ای نیستش که بتونیم در موردش نظر بدیم. درسته. یکی از سوالای دیگه هم که برای یعنی خود من که یه زمان مطرح بود و واقعا هم کسی نبود کمک بکنه، ای خودمون میافتیم دنبالش، یعنی مثلا به در بسته میخوریم از اول میافتیم دنبالش. بحث انتقال داخل ترکیه است. حالا بحث تایید و غیر تایید که در ادامه بهش میپردازیم، ولی اینکه حالا فرض کنید شما اومدی و یه دانشگاهی که حالا تایید نیست، درست، اینجا داری شروع می‌کنی به تحصیل کردن و دنبال این هستی که انتقالی بگیری. تو هم شنیده همچین چیزی نظر در مورد این مسئله چیه؟ ببین داخل ترکیه رو میگم. آره میدونم این قضیه چیزیه که خیلی زیاد هم از مثلا اینستاگرام و خیلی از بچه‌ها که با اون در آره منم خیلی دیدم. چون خیلی چالنجیه که مثلا بالاخره قضیه مهمیه و همه سوال می‌پرسن که آقا انتقالی چه جوریه و فلان بهمان. ببین من چیزی که میتونم در مورد این قضیه بگم اینه که مؤسساتی که در داخل ایران دانشجو ارسال میکنن میفرستن حالا به ترکیه، حالا میتونم نظر بدم باقی کشور کاری ندارم، اینه که همه چیز رو برای شما در ایدئال ترین حالت ممکن تشریح میکنن. آره. یه جوری که شما فکر میکنی همه چی خیلی راحت و قراره خیلی مثل آب خوردن پیش بره. چرا؟ چون برای اونا در واقع منفعت مالیشون میچربه به این که حالا بخوام مثلا دشواری های اون مسیرم برای شما تشریح بکنن. درسته. حرفی که خیلی در واقع سوالی که خیلی بابیشه باشه اینه که آقا طرف میخواد بیاد ترکیه ادامه تحصیل بده در رشته‌های سلامت و هدفش هم از همون اول برگشتن به ایرانه و میاد به مؤسسه میگه که آقا من در واقع دانشگاه مورد تایید میخوام چون قصد برگشت به ایران رو دارم و مؤسسات میگن که خب اشکال نداره، شما اگر نتونستین که در واقع نمره قبولی رو برای ورود به دانشگاه‌های دولتی و مورد تایید کسب کنین، ما میتونیم شما رو با لابی با همون داستانی که خودت هم در جریانش هستی ظرفیت برات بگیریم از دانشگاه غیر تایید و بعد شما انتقالی بگیری به دانشگاه تایید. و چون مدرک آخر شما رو یک دانشگاه تایید ارائه میکنه شما در واقع مورد تایید ایران محسوب میشین. ولی این مسیر به نظر من یک مسیری که اصلا هفت‌خوان رستم داره. میشه گفت اصلا غیر ممکنه. من خودم اون موقعی که علوم پایم تازه تموم شده بود دنبال این بودم که یه جوری انتقالی بگیرم به یه دانشگاه. خب دانشگاه ما که تاییده، دانشگاه مثلا بهتر، یه دانشگاه که مثلا رنک بهتری توی دنیا داره، اون موقع خیلی دنبالش افتادم. اصلا رفتم چند تا جا صحبت کردم، مدارک فرستادم، دیدم رد شد. بعد نشستم با خودم فکر کردم، فهمیدم که آقا ببین فقط تو که نیستی که میخوای انتقالی بگیری، درسته، و تنها خارجی هم نیستی و اصلا اونها باید ببین اصلا ظرفیت برای خارجی واسه انتقال باز میکنن یا نه. بعد مثلا کسی که اونجا شروع میکنه مثلا بحث ورود و خروج دیگه، شما مثلا چند تا دانشجو تقاضا دارن به دانشگاه X که خیلی دانشگاه خوبیه انتقالی بگیرن، چند نفر میخوان از این دانشگاه به دانشگاه دیگه انتقال بگیرن که ظرفیت باز بشه دیگه. پس قطعا کسی که اونجا مونده مثلا اینقدر مثلا یعنی خارج از شرایط خاص تلاش نمیکنه از این دانشگاه خارج بشه. بنابراین جا نیست، غیر ممکنه. میشه گفت غیر ممکنه. مشتاق من نظرم این نیستش که غیر ممکنه، چون در حالت تئوری همچین داستانی نداریم که غیر ممکنه، ولی شرایط به قدری سخته بله که من اگه خودم در همچین شرایطی قرار میگرفتم من ترجیح میدادم دوباره برم بر آزمون یوس تلاش بیشتری بکنم و دانشگاه مورد تایید قبول بشم تا اینکه بخوام انتقالی بگیرم، خودم به دست بیارم، از صفر شروع کنم. آفرین. چون تبصره که داره چیه؟ یکیش اینه که شما باید نمره بالای 80 باشه که بتونی به یک دانشگاه تاپ و یا مورد تایید و یا دولتی انتقالی بگیری. 80 تو دندون و پزشکی راحت نیست، اینم بهتون بگم. اصلا راحت نیست. یعنی فکر نکنید خیلی مثلا آب خوردن. الان بعضی میگن 80 که 16 بابا 16 شما فرض کنید یک دانشجو هستین که اصلا خارجی یک جزوه مثلا ساده ممکنه برای یک سیتیزن در واقع ترک 10 دقیقه زمان ببره، برای شما ممکنه یک روز شما رو بگیره. بحث زبان این داستان هستش، بحث درس خوندن هم هست اصلا. و غیر از این شما فرض کنید ما بسیار دانشجوی کوشایی هستی و تونستی نمره رو کسب کنی. مسئله بعدی که میاد به وجود میاد اینه که دانشگاه مقصدی که شما دوست دارین برای اونجا اپلای بگیرین و گیرم مورد تایید ایران هم هست، آیا سیستم آموزشی و فیلدهای درسیش
با دانشگاهی که شما توش تحصیل کردین ست هست یا نه؟ نباشه از صفر شروع اصلا نمیتونین شما انتقالی بگیرید. دقیقاً. مثلا دانشگاه ما دانشگاه دوکوزمایز، مثلا فیلد مشخص کردیم یه دانشگاه فلان ایکس و ایگرگ سیستمش با سیستم من سته، مثلا با دانشگاه حاج تپه سته. مثال آره درست. پس شما نقدن گزینه‌هات مشخصه، حالا شما بعدش باید بیای نمره بالا 80 بگیرید. تازه بعد از تمامی همین پروسه ها دانشگاه مقصد میتونه به راحتی شما رو نپذیره، یعنی هیچ اجباری وجود نداره برای دانشگاه مقصد که یک داوطلبی که تمام شرایط رو احراز کرده رو تازه تطبیق داره، همه چی داره، آخرش به هر شرایط نمیپذیره نپذیره. آره میتونه بگی که اصلا ما همچین نیروی نیاز نداریم، از ظرفیتی نداریم. نتیجتا این راه رو برای دانشجویانی که حداقل تصمیم متقن و خیلی سفت و سخت دارن که به ایران برگردن ولی دانشگاه تایید قبول نشدن و میخوان این مسیر رو طی کنن، من به عنوان یک کسی که شاید سالها در واقع تو دانشگاه بودیم با دانشجو بودیم، من به هیچ عنوان این مسیر رو توصیه نمی‌کنم و به نظر من گول ظواهر خیلی راحت و آب خوردنی نظر نخوره. آره ببینید منم همیشه گفتم، قبلا هم گفتم، بازم دارم میگم که آقا به این اگرها خیلی اعتماد نکنید. آقا اگر حالا برو، حالا اگه این کارو کردی فلان چیزم میشه، نه خیلی هم نمیشه چشم بسته وارد یه راهی شد، مخصوصا خارج استشار. حتما تحقیق کنید از کسایی که اونجا هستن، اونجا حضور دارن. خب یعنی شما همینجوری مثلا با حرف یکی دو نفر ببینید شما که حالا اونجا هستی به شما چی گذشت. اصلا رسالت این ویدیو هم در واقع همینه. یکی از مسائلی هم که هستش واسه دوره تحصیل تو خارج کشور بحث زبانه دیگه. بله. یه وقت شما یه زبان رو بلدی صحبت میکنی، یه وقت شما اصلا اون زبان رو میخوای بهش تحصیل بکنی. بگو که چقدر سخت، یک دنیای دیگه. بگو که اون موقعی که تازه اومده بودی هنوز مسلط نبود، چون من خودم این روزا رو گذروندم، چی کشیدی تا بتونی امتحاناتو پاس بکنی. اکثر کسایی که در واقع ترکیه رو انتخاب میکنن به عنوان مقصد مهاجرتشون، خب اکثرا شاید مثلا آذری زبان و ترک زبان باشن که خیلی هاشون مثلا میان میگن که آقا من از بچگی سریال میدیدم، خیلی راحت صحبت میکنم، ولی قضیه تحصیل کاملا متفاوت با این قضیه است. شما حساب کنید در داخل ایران که مثلا ما داریم پزشکی میخونیم مثلا، ما چیزی داریم به ما ترمینولوژی، یعنی اصلا زبان تخصصی اون رشته، یعنی خود اون رشته اصلا یه زبان دیگه داره که هیچ ربطی به شما مثلا به مکالمه شما. قطعا طبیعتا اگه شما مکالمه خوبی داشته باشین و زبان خوبی داشته باشین، خب کارتون بالاخره راحت تره، در این در واقع شکی وارد نیست. ولی اینکه فکر کنین که چون مکالمتون قویه عین یک سیتیزن ترک مسلط به زبان تخصصی میتونین مسیر رو بدون هیچ چالشی پیش ببرین، به نظر من یکم شاید بزرگنمایی و قلوب و این امکانش زیاد در حالت عملی وجود نداره، یکم زمان میگیره تو اون پلتفرم. آره دیگه واسه گزینه که شما بگی حالا من میخوام بخونم ایران بخونم یا خارج بخونم، واقعا شما اینا رو در نظر بگیرید. توی بحث این که شما میخوای حالا مثلا تو خود ایران درس بخونی، باید بدونی که دغدغه اینو نداری که به یه زبان دیگه یه چیزی رو حفظ کنی. اصلا پزشکی و دندان خودش به خودی خود با زبان مادری سخته. اصلا سخته، شما بیا یه داستان سخته، اصلا این خودش برای خودش یه دنیاییه. دقیقاً توی مقام مقایسه ما قبلا گفتیم من همیشه دارم میگم اگر پزشکی رو ما 100 در نظر بگیریم، بقیه رشته‌های گروه لیسانس رو 70 در نظر بگیریم، دندون پزشکی دیگه ماکسیموم دیگه نهایتا میشه 80. دقیقاً دیگه از اون کمتر نیست. یعنی جفتشون سختن، واقعا سختن. تازه این یکی بار عملی هم داره روش که اصلا اضافه است. بنابراین بچه‌ها که میخوان بیان خارج از کشور بخونن حتما در نظر بگیرن درس خوندن. ما یه مبحثی داریم که آقا شما یه زبانی بهش مسلطی، یه وقت از شما میخواید اون درس رو بخونی و بری امتحان بدی، خیلی مهمه. بحث دوری از خانواده هم هست. اصلا یه ذره بگو اصلا در مورد اینکه آقا اصلا تو اینجا اگر ایران میخوندی چه چیزایی داشتی که اینجا اصلا نداری. دیگه ببینید هر داستان و برعکسش البته. آره هر مهاجرتی هر کاری بالاخره سختی‌های خودشو داره. شما هیچ وقت نمیتونین بدون اینکه یک چیزی رو ارائه بکنین یک چیز دیگر رو به دست بیارین. شما اگه موفقیت تحصیلی میخواین قطعا باید از یک چیزایی گذر کنین، از خانواده، از خیلی وابستگی و دلبستگی که تو ایران داشتین که بتونین اون در واقع هدفتون و اون گولتون رو به دست بیارین. و بالعکسش هم صادقه، این همیشه وجود داشته و صرفا فکر نمی‌کنم ربطی به تحصیلات داشته باشه. مهاجرت به هر مدلش بالاخره سخته به نظر من. یک سری شرایط رو بعد یه سری در واقع داستان‌ها رو قربانی یک سری اهداف مهمتر برای خودتون بکنید. دقیقاً همیشه وجود داشته، ربطی هم به تحصیل و دام تحصیل به نظر من نداره. اصلا دقیقاً همینطوره. همیشه گفتیم و بازم داریم میگیم دیگه، نمیشه شما چیزی رو فدا نکنی چیز دیگه رو به دست بیاری. اگر میخوای تو ایران بخونی بالاخره بحث کنکور و اون همه سختی‌هایی که دیگه همه میدونن
و اگه بخوای بیای اینجا هم بحث تنهایی و غربت و سختیایی که دیگه همیشه مواجهه دیگه خیلی هم دربارش صحبت میشه. حالا بگیم شما با این شرایط اومدی و درس رو تموم کردی. حالا چه اینجا تموم کردی چه بیا از اول از بچه‌ها که اینجا تموم میکنن شروع کن. درست. بچه‌ها که اینجا تموم میکنن خب تو دندون میدونی که ما اجازه کار نداریم. ولی فکر کنم بچه‌های پزشکی خارجی‌ها که اینجا تموم میکنن اجازه کار دارن. این توضیح بده. ببین در مورد اجازه کار به این حالت هستش که شما اگر یک دانشجوی پزشکی باشین و درستون رو تموم کنین، فارغ التحصیل بشین، شما مجاز هستین برای اجازه کار اقدام بکنین و میتونید در مراکز خصوصی و بیمارستان‌های خصوصی و کلینیکایی که وجود دارن قرارداد ببندین و استخدام بشین و کاملا اجازه کار دارین و اینکه مثلا برین برای خودتون کلینیک خودتون رو تأسیس کنین. مستقیما بهتون اجازه کار نمیدن به شرط استخدام، درسته؟ نه، اجازه کار هم میتونین شما دریافت کنین بر اساس شرایط. یه کسی میخواد مثلا بر خودش کلینیک خصوصی خودش رو بزنه، چه جالب. آره میتونه این کارو بکنه، ولی در واقع مکان‌های دولتی و بیمارستان دولتی، مشاغل دولتی این امکان برای خارجی‌ها با پاسپورت خارجی فعلا فراهم نیست. حالا اونم ممکنه بر حسب شرایط و داستان‌های خودش قراردادی بشه کارایی کرد، ولی رسمیت نداره. ولی در مورد دندون خب خودت بیشتر میتونی توضیح بدی. در مورد دندون قضیه واقعا فرق میکنه. به دندون پزشکایی که فارغ التحصیل میشن و خارجی هستن اصلا اجازه کار نمیدن. قانونا شما هیچ جای ترکیه، چه خصوصی چه دولتی چه کار شخصی که خودت بخوای راه اندازی بکنی اجازه کار نداری، مگر اینکه شما بتونی حق شهروندی ترکیه رو به دست بیاری که اونم دربارش فکر می‌کنم به اندازه کافی هم ویدیو توی یوتیوب و اینستاگرام هم تبلیغات هست دیگه. پاسپورت در یک ساعت نصف مردم ایران دیگه عملا مسلطن به شرایط گرفتن پاسپورت ترکیه. یعنی تا زمانی که شما شهروند ترکیه نشی عملا اجازه کار توی ترکیه با در مورد رشته دندون پزشکی نداری. ولی خب بچه‌ای هستن که اینجا دارن کار میکنن تو کلینیک‌های مختلف، ولی خب حالتا که میدونی، آره با همون حالتایی که دیگه هم من میدونم و تو میدونی و اون آقا میدونه دارن کار میکنن دیگه، نه اینکه کار نباشه. درسته. ولی خب بچه‌ها که فارغ التحصیل میشن از ایران، حالا اونا قضیهشون چیه؟ اونا که اصلا تو ایران شرایط کاری تو ایران، واسه حالا تو پزشکی رو بگو من دندونشو میگم. ببین داستانی که هست شما اولا که مثلا حالا چه تو ایران چه تو ترکیه در واقع تمام کردن درس باید یک بتونین یه مقایسه انجام بدین که میخوایم مهاجرت کنیم که به چی برسیم. این هدف‌ها تا مشخص نشه و در واقع یک همگانسازی باشون انجام نشه نمیتونه اتفاق بیفته. پروسه‌ای که در واقع دانشجویانی که در ایران فارغ التحصیل شدن و قصد مهاجرت حداقل به ترکیه دارن، پروسه‌ای که پیش روشون هستش اینه که باید مدارک تحصیلیشون رو ترجمه کنن در ایران و به تایید سفارت‌ها برسونن، هر دو سفارت، هم وزارت امور خارجه ایران و ترکیه. درسته. و بعدش در ترکیه در واقع پروندهشون رو به سازمان یک ارائه میدن، یک سکیوریتی کرولو ارائه میدن و اونها همون فکر کنم وزارت علوم خودمونه. آره آموزش سازمان آموزش عالی دقیقاً که اونا مدارک شما رو بررسی میکنن و در واقع معادل سازیشو انجام میدن و بعد از این مرحله شما باید وارد یک آزمونی بشین به نام STS بهش میگن که برای مخصوص رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی است که سالی 2 بار برگزار میشه و در واقع فارغ التحصیلان رشته‌هایی که در واقع پزشکی و دندانی که تو ایران خوندن وارد این آزمون میشن. بعد از اینکه نمره قبولیشون رو کسب کردن و مدارکشون رو کامل ارائه دادن به در واقع سازمان یک، در واقع معادل سازی مدرکشون انجام میشه و مدرک در واقع حق طبابتشون رو در ترکیه دریافت میکنن و بعدش در واقع وارد در واقع فاز اجازه کار و استخدام قرارداد. این یه آدمی که انگار اینجا فارغ التحصیل، آره دیگه، میره سعی میکنه که با یکی صحبت با کلینیکا توافق کنه قرارداد. و چقدر طول میکشه این پروسه؟ ببین کاملا بستگی داره به در واقع هم شرایط شما که شما بتونی از این آزمون در واقع با نمره قابل قبول چیز بکنی، اپلای بگیری و قبول بشی و این پروسه اداری ممکنه مثلا یک چیزی در هیروهاش مثلا ممکنه تا 1 سال زمان ببره تا کاملا به نتیجه نهایی. این مینیممشه دیگه. آره تقریبا یه همچین بازه زمانی رو فکر کنم. معرفی به دانشگاه و معرفی به بیمارستان میدن بعد از اینکه آزمون رو پاس شدی؟ ببین شما تو دندون داریم اینو. نه ببین شما بعد از اینکه آزمون رو دادین احراز شد که شما در واقع توانایی کار در ترکیه دارین، شما انگار دقیقاً عین یک فارغ التحصیل هستین که در ترکیه اتمام تحصیل کرده، تمام شده رفت. شما اگه میخواین برین جایی کار کنین باید مستقیما برین با همون بیمارستان وارد مذاکره بشین یا با کلینیکی هستش
قرارداد ببندین و این داستان ها و اونها بتونن برای شما بقیه پروسه اداری رو انجام بدن. اینطور نیستش که مشخصا سازمان بیاد به شما رو به جایی معرفی بکنه این داستان ها. این کاملا صرفا اینه که شما مدرکتون در ترکیه معتبر هست و حق طبابت دارید. بقیه‌اش دیگه کاملا با شماست. این درسته. هیچ ربطی به اون داستان نداره. نه تو دندون اینجوری نیست. ببین تو دندون تا اونجایی که شما آزمون رو میدی عین دقیقاً پزشکیه. شما میای مدارک ترجمه می‌کنی، تاییدیه ها رو میگیری، بعد میای اینجا آزمونا رو شرکت می‌کنی. اگر آزمونا رو قبول بشی معرفی می‌کنن به یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی. اونجا باید از اول دوباره در واقع استیجر میشی و دوباره شروع می‌کنی اونجا دوره‌ها رو می‌گذرونی. بعد اون دانشگاه تایید می‌کنه که شما صلاحیت کار به عنوان دندانپزشک، اما بحث عملی است دیگه. شما مثلا شما مثلا اون علمیه رو تموم می‌کنی و تموم میشه قضیه. درسته؟ بار علمی هم کم نیست. ولی بحث عملی که وارد بحث عملی میشی، اون کار انجام میدی و دیگه بعد از اون که دانشگاه شما تایید کرد دیگه این دفعه همین سازمان یوک شما رو به عنوان دندانپزشک میشناسه. حالا بچه‌ها که تموم کردن اینجا تموم کردن و میخوام برگردن ایران. ببین بچه‌هایی که اینجا تموم کردن پزشکی و میخوان برگردن ایران، خب طبیعتاً مواجه میشن اگر دانشگاهشون مورد تایید باشه برمیگردن ایران و شرکت میکنن در آزمون ملی. یه آزمون داخلی ایران برگزار میشه در وزارت بهداشت. شما بعد اینکه آزمون ملی نمره قبولی رو گرفتین، در واقع دوباره یک کاری دارین که باید در دروسی که در واقع در ایران تدریس میشه و اینجا تدریس میشه نواقصی داره اونجا طی کنین و بعدش اونجا مدرک شما معادل سازی میشه. به این حالت هستش و اینم به نظر من نظرم به برای داوطلبا بچه‌هایی که دوست دارن برگردن به ایران و یا اصلا نمیتونن غیر از ایران جای دیگه زندگی کنن به هر دلیلی، شرایط شخصی و هر چی که هستش، من توصیه‌ام اینه که شما اگر هدفتون و تصمیمتون مطمئن هستش، شما بعد از سال دوم یعنی بعد از 4 ترم تحصیل اجازه انتقال گرفتن به داخل ایران رو دانشگاه ایران دارین. من این راهو توصیه میکنم. چرا؟ چون شما بعد اینکه اتمام تحصیل کردین حداقل 1 سال کار دارین با آزمون ملی کرنجار برین و بعدش 1 سال هم حالا شما باید برین دروس نواقص و عمومی که داخل ایران تدریس میشه رو بگذارین. ممکنه شما از شما حداقل 2 سال زمان بگیره و اگر پسر باشین که مشکل خدمت میاد بله. یه جا میبینین که آقا 4 سال شما فقط دارین میدوین. ولی اگه خب از اولش تصمیمتون ایران رفتن و ایران بودنه، شما بعد 4 ترم برین انتقال بگیرین ایران و همونجا با همون فیلد درسی در ایران حاکم است. آره همون پروسه رو طی می‌کنه. ممکنه چند تا مفاد درسی رو قبول نکنن، البته زیاد فرقی هم نمی‌کنه. با همون پلتفرمی که در واقع در ایران تحصیل می‌کنن همون رو برین جلو و همونجا مدرکتون رو بگیرین و دیگه این 4 سال دوندگی 3 سال دوندگی ها رو نداشته باشین. من توصیه‌ام اینه. محمد جان انتقال به ایران راحته؟ انتقال به ایران من شنیدم خیلی سخته. ببین انتقال به ایران اینجوریه، شما اول وارد میرین به وزارت بهداشت، مدارکتون رو ارائه میکنین از در واقع سفارت ایران در ترکیه که پرونده دانشجو دارین، همه چی منتقل میشه اینجا و اونها تشخیص میدن که شما صلاحیت دارین برگردین و یا ندارین. حالا من شنیدم جدیداً آزمون هم گذاشتن برای انتقالی گرفتن، یه آزمون در واقع کلی هم داره. بعد اینکه شما این آزمون رو در واقع پاس کردین و اجازه نامه ورود به ایران رو دریافت کردین، شما خودتون باید مستقلاً برین با دانشگاه تک تک وارد مکاتبه بشین. حتی وزارت بهداشت هم شما رو مشخصا نمیفرسته معرفی نمیکنه هیچ عنوان. شما با دانشگاهی که شهر خودتون دوست دارین برین مذاکره میکنین مستقلا و خب الان هم شهریه‌های خیلی گزافی دریافت میکنن. من شنیدم که دندونپزشکی مثلا حالا در تبریز ترمی 90 میلیون 100 میلیون، حالا سالی شاید هم باشه، من دقیقاً حضور ذهن دقیقاً سر همین قضیه گزینه انتقال برای خود من از رو میز حذف شد. چون هزینه من اینجا کمتر از فقط شهریه‌ای بود که من اونجا باید پرداخت می‌کردم. همچین شرایطی. این حرف مال اون موقع که ما تازه اومدیم بحث 2019 و 2020. الان شهریه‌های اینجا هم واقعاً به طرز عجیبی در واقع زیاد شده. بریم سراغ بحث شرایط کاری. شرایط کاری پزشکا و دندانپزشکا رو بیا تو ایران و ترکیه مقایسه بکنیم. حالا فرض بگیریم در هر دو کشور شما اجازه کار داری. درسته. خود تو 2 تا سوال من جواب بده. اول از که برگردی عقب، آیا دوباره پزشکی میخونی؟ من آره. خیلی خوب. همینقدر آره فقط ازت می‌خواستم ببینم همینقدر مطمئن هستی یا نه. و اینکه اگر هر 2 تا گزینه جلو پات باشه که فکر میکنم هست دیگه، واسه پزشکی همچین گزینه‌ای هست. درست. که بخوای اینجا کار بکنی یا برگردی ایران کار بکنی، فارغ از قضیه دلتنگی خانواده و شرایط ها، بحث درآمدی و بحث شرایط کاری تو 2 تا کشور کدوم انتخاب میکنی؟ ببین من در مقطع عمومی، البته چون دوباره مشخص کردم دارم میگم، در مقطع عمومی من ترکیه رو انتخاب میکنم. درست. چون شرایط کار برای پزشک عمومی در ایران الان میشه گفت تقریبا اسفناکه.
یعنی اون شرایطی که ما با بچه‌ها خودت میدونی دیگه مشتاق خیلی ناراضی ام. آره با خیلی ناراضی با بچه‌هایی که در خیلی از کشورهای مختلف دارن درس میخونن تو رشته‌های ما در ارتباطی میدونیم تقریبا وضعیت‌ها به چه حالت هستش. پزشکی عمومی در ایران متاسفانه نه شرایط کاری مناسبی داره و نه از درآمد مناسبی برخورداره. بر حسب اون سختی که در این 7 سال کشیده و رسیده خودش به اونجا اینجوری نیست و قطعا حالا این تو همین قضیه رو تایید می‌کنی که دندان پزشکی عمومی در ایران قطعا از نظر شرایط کاری و درآمدی میچربه به پزشک عمومی. اصلا بچه‌ها حین تحصیل کار می‌کنن. پزشک عمومی مثلا شوخی جلوی دندان در مورد این قضیه. ولی خب بالاخره آره در تخصص که وارد بشیم این قضیه متفاوت میشه. این رو به اون رو میشه. آره کاملا در واقع بالانس خودش رو پیدا میکنه. ولی در ترکیه یک پزشک عمومی که درسش رو اینجا تمام کرده اجازه کار داره، خب به نظر من به تبع شرایط کاری مناسب‌تری نسبت به ایران داره. الان مثلا فکر کنم حالا رنج درآمدیشون در ماه بین یک چیزی بین مثلا 30 خورده ای تا مثلا 40-50 هزار لیر باشه ماهانه. یعنی میشه تقریبا ماهانه تقریبا چیزی هولوش 80 میلیون تومان ماهانه برای پزشک عمومی. و کم هم نیست این رقم، انصافا کم نیست برای زندگی تو ترکیه. و در مقایسه با تو ایران واقعا رقم قابل توجهی، چون تو ایران اصلا همچین شرایطی وجود نداره. شرایط کارها بسیار سخت هستش، بیمه ها در واقع پرداختیاشون رو بسیار با تعرفه‌های طولانی، موفقات زیاد هستن، موفقات وحشتناکه و این موجب یک ایجاد نارضایتی شده داره ایران دیگه. ولی خب فکر می‌کنم ترکیه از این نظر بهتر از ایران باشه. ولی در مقطع عمومی دارم این صرفا حالا این در واقع تزو ارائه میدم. در مقطع تخصص دیگه حالا بسته به تخصصش که کدوم رشته باشین خیلی متفاوته و فکر کنم دیگه خیلی تخصصی میشه اون بحث. آره متوجه هستم. ولی در مورد دندون این قضیه خیلی اونجوری نیست، خیلی اونجوری تو فکر می‌کنی نیست. ببین توی دندون شرایط تو ایران یکم من احساس می‌کنم بهتره. حداقل با بچه‌ها که صحبت می‌کنم بگذاریم از اینکه سالهای اخیر انقدر هزینه ها بالا رفته که مراجعات به کلینیک‌های خصوصی کم شده واقعا. ولی من خودم اینجا که میگردم تو خیابون میبینم هر خیابون 4 تا دندون پزشک داره، 5 تا دندون پزشک داره. واسه همین یه ذره اینجا رفته رو به اشباع. حالا شرایطی که صحبت کنیم در مورد بگیم که در مورد یک استارتر داریم شروع کنیم. آره بحث امروز آره بحث حالا که میشه میگه من پزشک عمومی ام توی ایران دارم مثلا کار زیبایی میکنم، 10 سال سابقه 20 سال سابقه کار دارم. آدم یه جوونی رو میگیم که فارغ التحصیل شده و از نظر مالی خیلی متوسطه. امروز مدرکش دادن دستش و امروز آره خیلی متوسطه و اصلا اینقدر مثلا تو ترکیه همین قضیه است. کسی که ممکنه 10 سال 20 سال در پزشک عمومی کار میکنه اینجا شاید درآمدش مثلا به 200 میلیون تومان هم برسه در ماه. ما داریم صرفا در مورد یک استارتر، یک کسی که تازه امروز فارغ التحصیل شده وارد بازار کار بشه داریم بعضی. آره دقیقاً همینه دیگه. شما مثلا فکر کنم بعد از فارغ التحصیل یکی از فاکتورهایی که به نظرم مهمه واسه بچه‌ها اینه که شما بعد از فارغ التحصیل چقدر سرمایه می‌خواید واسه شروع به کار. درست. این واقعا دندون پزشکی سرمایه زیادی می‌خواد. یه یونیت الان خدا میدونه چقدر شده. اینجا که من رقم‌های عجیب غریب در حد مثلا 800 میلیون 900 میلیون میشنوم. متوجه هستی؟ واسه هم خیلی هزینه میخواد. ولی پزشکی واقعا اینجوری نیست. نه دیگه پزشکی به خاطر اینکه کار فنی و عملیش در واقع اونطوری نیست، نیاز به زیاد ابزار خیلی آنچنانی نداره. خب دندان پزشکی بر بنای ابزار اصلا واقع شده. شما بدون یونیت اصلا ابزار کامل، ابزار کامل آره. یه چیزی داشته باشی بقیه نداشته باشی که عملاً دیگه قضیه منتفیه. فکر میکنم که همینقدر کفایت بکنه. ما در مورد شرایط کاری صحبت کردیم، در مورد شرایط تحصیلی صحبت کردیم، در مورد شرایط بعد از فارغ التحصیلی صحبت کردیم. خیلی خلاصه‌وار همه چی گفتیم. اگه بخوایم صحبت بکنیم واقعا میتونیم ساعت‌ها بشیم تو سر و کله همدیگه بزنیم بگیم آقا نه این بهتره نه اون بهتره. واقعا تصمیم نهایی به عهده بچه‌هاست. شما خودتون باید تصمیم بگیرید که میخواید پزشکی بخونید یا دندون بخونید. ما اون چیزی که از دستمون برمیاد بخوایم خلاصه‌وار و تیتروار بگیم تشریح کردیم این هستش. خیلی متشکرم که حوصله کردین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. خیلی ممنونم از تو محمد جان که دعوت ما رو پذیرفتی، زحمت کشیدی اومدی اینجا و اطلاعات رو در اختیار بچه‌ها قرار دادی. صحبت پایانی هست. خوشحال دعوتتون، خیلی خوشحال شدم که پاهاتون بودم. امیدوارم که بچه‌ها بتونن نهایت استفاده از این ویدیو ببرن. منم همینطور. همین. خیلی مخلصم. دوستان خدا نگهدار. خدا نگهدار.